تو طلاق هستی. برو به خانه پدرت. چرا؟ من چی کاری کردم؟ سمبوسه تو خوشمزه نیست، من تو را نمیخوام. چرا تو پیش از این برایم نگفتی که پتقیت از سوی شخص دیگر شکسته شده است؟ من تو نمیدونم پتقی یعنی چه. لطفاً فریاد نزن. این چیزی است که من براش $20,000 مصرف کردم. زود بگو چرا از پتاقیت خون نامد؟ سامانت خورده است. اصلا داخل نشده که خون بیاید. 4 سانتی کوچک نیست، او بی حیا. زود بگو چرا از پتاقیت خون نامد؟ سامانت خورده است. اصلا داخل نشده که خون بیاید. 4 سانتی کوچک نیست، او بی حیا. دکتر صاحب چرا عروس ما پتقی نداره؟ پتقی عروس سر جایش است. بیا بگذارید من سامان شما رو معاینه کنم. نه. دکتر صاحب چرا عروس ما پتقی نداره؟ پتقی عروس سر جایش است. بیا بگذارید من سامان شما رو معاینه کنم. نه. دکتر چی گفت؟ آیا عروس پتاقی خود به کس دیگری داده است؟ نه مادر جان، مشکل از پتاقی نبود، مشکل از سامان من بود. دلبر غمگین مباش. سمن و پتاقی ارزش گریه کردن رو ندارن. ما باید همیشه با